حالا وارد شدیم نعمتهای بهشت. خدا میگه در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشت هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند، خداوند ها را از عذاب جهنم حفظ میکند. بهشون گفته میشه کلوا واشربوا هنیئا، رو تخت ها نشستن، تخت های ردیف شده، حورالعین دارن، زنان چشم درشت سیاه و زیبا. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن. مسئولین پذیرایی یه نوپسرایی هستن، نوجوانهایی هستن که انهم لؤلؤ مکنون، مثل مروارید در صدف. یطوف و طواف میکنن، یعنی در اختیارن، دور شما تاب میخورن. غلمان، حدیث داریم غلمان بچه های کفار که از دنیا میرن اونجا تو بهشتن ولی مسئول پذیرایی هستن، چون عمل صالحی نکردن بهشتی نیستن، چون بچه بودن گناهی هم نکردن جهنمی نیستن. از فضا و نعمتهای بهشت استفاده میکنن ولی اینها در رده پذیرایی هستن. و یطوف علیهم غلمان لهم، غلمان لهم یعنی این مثل که یه بیمار را پرستار خصوصی برش میگیرن. غلمان لهم، نوپسرای متعدد لهم، یعنی اینا در اختیار شما، جای دیگه نمیرن. این مسئول، مثل که انسان محافظ شخصی داره یا راننده شخصی داره. غلمان لهم کانهم لؤلؤ مکنون، مثل مروارید در صدفن. این پیداست حجاب یک ارزشه، مروارید لخ نه، مروارید در صدف. اینقدر این چون یکی از لذت‌ها اینه که او کسی که غذا رو میاره، این خود غذا یه لذت، او کسی هم که میاره اگر یه آدم خوش قیافه خوشگل نوبی باشه، خود اون غذا مسئول پذیرایی هم بر لذت غذا میافزاد.